این کتاب آینه تمام‌نمای وضع اجتماعی سیاسی ایران تو 70 سال پیشه. اعتمادالسلطنه از نزدیکان شاه بود. کمتر روزی بود که به حضور شاه نره و مدت درازی با اون نباشه. تو سفر و همسفر و در حضر و خلوت همنشین شاه بود. طبعا میتونه اونو از محارم شاه دونست. یادداشت‌های خوندنی توی جلد پرحجم این کتاب ویژه علاقه‌مندان به تاریخ و اخبار ایران تو دوره قاجاره. محمد حسن خان ثنی‌الدوله یا همون اعتمادالسلطنه از اسناد فوق‌العاده با اهمیتی مربوط به حوادث 15 سال پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار می‌پردازه. ناصرالدین شاه به مدت 49 سال سلطنت کرد و از سلاطینی است که ایام سلطنتش با حوادث سخت داخلی مواجه نبود و در عاقبت نزدیک به زمانی که خود رو برای مراسم 50مین سال پادشاهی آماده می‌کرد، بر اثر تیری که از فشار شست میرزا رضای کرمانی ماهرانه به قلبش نشست، کشته شد.